چی نمیرسد؟ همه شرایط خانه هست. یکی یک بار پیش مادرتان روید. از حال دل مادرتان با خبر شد. هر گاهی که من میام از همون خورده نماز گیرم روزه گیرم. او خداوند بر عوضش چی داده که دوچه؟ چی خبر جرجر داری؟ بخواهید که پگه فرزندم کلام شود با مثل خودتان کند. کار گوید و از درمان ندارد. موچه جان من دیگه تر در اینجا نمیمونم. بیا راست خانه خودمون میریم موچه جان. من قربانی خاک پایش میمونم موچه جان. در نامتان جان خیزید. ای آشا من به تو کارم آشا. رحیم پروداکشن تقدیم میکند. مؤلف سناریو سرپرست فیلم مغازه زیارت شاه. اما میمردم شا جونیو چوکر ول دادا جونش میبید دختر مرا تماشا میبره اصلاکیما جوناکیما انا دختر جون تو کنی یو کدی بوجی کدانگی ما پس دورا میشمول دادا جونش میبید دختر ما میبرم میبرم مایلی جونیاکیو چا اما میمردم شا میشوه چند قیده در کرای شما ماشینا همه شما طبقی گفته بزنین اوسش ما حل میکنیم مسئله پلوژ پروانه کنین شید ما خونه میدارم بعدا با صحبت میکنیم مایلاش خب مایلا اومدم کلی رفتیم دادا جونش اومدن اومدم داداش اومده داداش السلام یه زنه دختر در آهی میکنی یک ساعت دختر چطور خواب سلام دادا جونش این آوازش تو برنا را گرفته که سلامتی خواه زنه همه تیچ داداش سلامتی خواه زنه همه تیچ چیخه گریه میکنی؟ گریه نکن بگیش جونی داداش کانی داداش بیا تکسری بیار زنک مونداشتیم سلامتی خواه دیگه چی قرگیریه کیسه دختری ما؟ این نمیدونم یا او بخنه بیار که داداش یاد کرده بینی باید تشنشتیم بگیر ای بی داداش نمیتونه بیار چشم رفتیم کنسنه را که موندی که خنه نکردی سن؟ نه موندم داداش فهمم یک ساده میاری؟ دختر چطور خواب نمیکنه داداش؟ ایرکه کلون کردن همه خیلی میشوه اینجا در شنوندیش آوازش نبره عصبو مونده خوراک تیار داداش کشم؟ خوراک دکون نیستن نه یک ریستوران پیش داشتگی خوردگی شکم سیر اکی میگردن دنبی آخویت را گرفتن سیرم در کون نیست آخویت گودا گریه نکنه که عصبو مونده یا خپش بودن که هیچ یگان آواز نمیفرمه داداش؟ با خبرگیری مادرتون نمیرویم؟ آخی تو مرا درس نتی من میرم خبر میگیرم نمیگیرم تو رفتی سی با رفتنی من چی شد آخی میشم و وقتش میرم خونه میدونم لق کرده دهان تا پیش آخی ایکار اومدم نمیدونی که اینجا بیزنس اونجا بیزنس مونده شدگی شما فرزند شونین شما دیگه این چی گپ شده؟ اولی مادرتون به نهایت بد است آخی اولی مادر بعد دارو و کل همش برده ایستم آخی برای مادر شما نه اوکال لازم است نه دارو لازم است نه دیگر چی تنها مهربانی فرزند در کار است یک بار سری زانوی مادر چینید و دعا گیرید چی با ما دعا نگرفتیم ما چیکار کردیم نببینی کار کردیم ای کار میمونده ولی دمونه نگرفتیم کار با شما چی در کار است چی نمیرسد همه شرایط خانه هست یکی یک بار پیش مادرتان روید از حال دل مادرتان با خبر شوید عبرت از من نمیگیرید نه سیله مادرم را دیدم و نه مهربانی مادرم را
модар чизе ҳаст ки гум шавад дигар намеёбӣ. او میرم یک کمتر دم بگیرم میرم آخی زنک چی وقت جنجر داری؟ мехоҳед ки пага фарзандам калон шавад ба мисли худатон кунад. Кор гӯяду аз дармон надарояд. Сад афсӯс. эй майли میرم لباسوم تیار که از میخوازم یک دوش میکنم میرم پیش مادر. این قدر تو گفتی نکی؟ ягон модар муҳтоҷи суму бои гариву доруву коли ту нест. танҳо ба меҳрубонии ту ниёз дорад. لباسوم تیار که میرم زنکی. ҳозир ҳамашро тайёр мекунам. ман худам модаронро мефаҳмам. بگی بیار تیت لباسا؟ ҷонаш на тайёр либосам баъд. میگم تو چی مقصد داری زنک؟ барои чӣ? او یگان زنک نمیخواه که شوهرش پیش مادرش بروا. هر گوی که من خونه میام مردک پیش اوچت برم مردک پیش اوچت برم. ای من هیچ نفهمیدم کرد. ягон модарам намехоҳад ки фарзанд шайтанаш дур шава. ай рӯзе ки модар шидам намехоҳам ки фарзандам айтанам дур шава. ана модари шумо муҳтоҷ ба омадани шумоам. ای бия моли майли хай кума бурам. майлаш хоб. майли духтар вақтши нигоҳ кунед. хоб дадаҷонаса. майлаш. худоро шукр. марам орзуе дорам ки пага фарзанди ма калон шававу ма пӯчуҳона зиндагӣ кунам. ҳазорон бор шукр. بیو چا؟ خوش آمدی بچم خوش آمدی. 3 ماه شد که تو من خبر نگرفتی بچم. کارت بسیاره؟ ای اوچا دانم باری خدم داشتی. میدونی چی اوچا؟ این بیزنس ها را بگو، این مول دولت ها بگو. او دبی دا بدم آخی. اینجا میرم اونجا میرم میام. وقت هم نمیشه که ایامی داری خونه خودت بدم اوچا. سلامتی ها خوما. خدا بشکر. لیکن آخه مویم فراموش نکن. من میفهمم که کارت بسیار بیزنس ها در اوج. لیکن منم فراموش نکن بچه. میشه تو میخریم اوچا یعنی یک بار میایم سرش میکنیم در. ای سلامت باشه. تو ششته ایست تو. من وقتی نماز شد نماز خونم بیام. اوچا او من نوای داری خونه تا در آمدم. هر گوی که من میام از همون خوردی نماز گیرم روزه گیرم. او خداوند بر عوضش چی داده که دوچا؟ یک بار مرا نگاه کن. نه نماز میخونم نه روزه میگیرم. نگاه که این قدر دو دستکرا دادگیم. در تمام جای تاریکستان خانه دارم، بیزنس دارم. حتی نگاه وقت نمیشه وای دستای کارو برا که یک بار ای نزدیک تو بدارم اوچا. همین میرسم نماز خونم میشه کنم. او کمتر برای من وقت جدا کنم خیلی. شکر که همه این چیزا تو داری بچم. با وجود اون در وقتش نماز خوندن در کار من خودی تیز میبیام بچم. ای اوچا روین خونه. سین سالشون با یک جای رسیده همه وقت نماز خونم. یک بار می پیشون شته نمیشه و بعد میگه کی میای. ای اوچا او 15-20 minut گذشت. در 15-20 minut ولی ما چقدر پول کار کردگی بود. او مرا گفت که 5 minut صبر که من نماز میخونم میام. عجیب ده. دیگه یک بار بیست. کما برام همی اوچم چی خوندی سبوشه که این قدر 15-20 minut وقتی مرا گرفت. عجیب یک بار بیست ما برام. در وقت ولی من چند پول کار کردگی بودم.
خداوند کریم مهربان همراه پسرم باش، مهربانش باش، غمخوارش باش، همه آرزوهایش را عملی بگردان. آمین آمین. الله اکبر. اینجا بچه مرا ببخش، مرا ببخش که پول مال چشم مرا کور کرده بودم. من ندیدم که این قدر دعا میکردین همه وقت در حق ما فرزندا. جانی بچه یگون مادر برای خودش چیزی نمیپرسد، دایم برای فرزندهایش میپرسد. منم به خاطر همون مادرها دایم بعد نماز میشینم، ساعتهایش با خدا صحبت میکنم و از خدا برای تو همه خوشیهای زندگی طلب میکنم، همه آرزوهای خود عملی کرده گفته طلب میکنم. خدای مهربان همراهت باشد میگم. ای خدا جان شکر که خداوند کریم آه من شنید که تو سزاواری همه چی هستی. بچه جان از اول دعا تا